امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با سفر کاری جهت اشتراک در فروم سیوم بین پارلمانتی کشورهای آسیای مرکزی به شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی مناس شهر بیشکک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را معاون رئیس ژاگارگو کنش جمهوری قرقیزستان، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان و دیگر شخصان رسمی صمیمی استقبال گرفتند. در شهر بیشکک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در فروم سیوم بین پارلمانتی کشورهای آسیای مرکزی اشتراک و سخنرانی نمودند. مورد به ذکر است که ماه ایول سال 2022 ضمن واخوری چهارم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی با مقصد تحکیم همکاری عملی مقامات نمایندگی و قانونگذار کشورهای آسیای مرکزی و رشد منبعی رابطه‌های متقابل منطقوی و شریکی استراتژی برگزاری فروم بین پارلمانتی کشورهای آسیای مرکزی به موافقه رسیده بود. فروم‌های قبلی در شهر ترکستان جمهوری قزاقستان و شهر خیوه جمهوری ازبکستان دایر گردیده با تحکیم همکاری بین پارلمانتی و توسعه مکالمه منطقوی مساعدت نمودند. ضمن سخنرانی محترم رستم امامعلی ذکر نمودند که برگزاری منتظم فروم مذکور نشانه احترام به ارزش‌های همگرایی منطقوی و افاده تلاش استوار کشورهای منطقه در راه تحکیم اعتماد، مکالمه و همکاری بر نفع مردمان آسیای مرکزی میباشد. با قناعتمندی ذکر گردید که منطقه آسیای مرکزی به شرافت سعی و تلاش‌های سازنده و سیاست پیگیرانه و باثبات سران دولت‌های آن امروز تدریجاً به منطقه همکاری برای جانب‌ها سودمند تبدیل می‌یابد. مهمتر آن است که از ثمره برقراری فضای صفتا نوی دوستی، همکاری و اعتماد در منطقه پیش از همه خلق‌های به هم دوست و برادر آسیای مرکزی بهره‌ور می‌گردند. در دایره روزنامه فروم اشتراکداران مسئله‌های مبرم همکاری تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تنظیم مهاجرت مهنتی و رشد رقم‌کنونی اقتصادیات را مورد بررسی قرار دادند. از روی این مسئله‌ها در بخش‌های علاهیده فروم محاکمه‌های سودمند صورت گرفتند. با نتیجه‌گیری از کار جلسه شورا دکلاراسیای بیشکک قبول کرده شد. در حاشیه فروم سیوم بین پارلمانتی کشورهای آسیای مرکزی در شهر بیشکک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس سنات عالی مجلس جمهوری ازبکستان تنزیلا نربای و ملاقات نمودند. ضمن صحبت جانب‌ها از روند همکاری سودمند بین مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و سنات عالی مجلس جمهوری ازبکستان از جمله در چارچوب سازمان‌های منطقوی اظهار قناعتمندی نمودند. بر رشد همکاری متقابلا سودمند دو دولت در بخش‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و بشردوستی توجه ظاهر کرده شد. همچنین جانب‌ها عاید به مسئله‌های روزنامه بین المللی تبادل افکار نمودند. خود همین روز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پس از انجام سفر کاری در شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان و اشتراک در کار فروم نوبتی بین پارلمانتی کشورهای آسیای مرکزی به وطن برگشتند.